حالا متاسفانه میبینیم گاهو بعضی از جوانو برای مسئله های ناچیز و خودکشی دست میزنن. خدا نشان ندهد. این نشانه چی هست؟ نشانه ضعیف ایمانی هست. نعوذ بالله. حالا این خودکشی به کفر میبرد. حالا اون به خاطری که معشوقهش ندادن یا کدام مشکلی اویلوی در خانه بین پدر و مادرش هست یا در حدودی دایره اویلهش کدام مشکلی هست یا اینکه دوستارش رو ندادند میرود خودکشی میکنند. بچی محروم از رحمت الهی مثل شیطان. خودکش یعنی ناامید. خودکشی کردن ناامیدی از رحمت پروردگاری. هر مشکلی که بالای سری بنده مؤمن میآید این اجر دارد. پروردگار میگوید استعیذ بالله فإن مع العسر یسرا. هر یک ذره از مشکلی هایی که در زندگیت بالایت میآید این چندین آسودگی ها رو برایت میارد. باید مؤمنی بیمار، مؤمنی و مسلمانی مشکلی دار این بیماری و مشکلی هایش را غنیمت بداند، فرصت بداند، دعا کند، مهنت کند، زحمت بکشد، از این مشکلی ببراید. خداوند عزوجل در عوض اون هزارها یا صدها آسودگی ها و عزت و برکت و سعادت برایش میدهد. هیچ وقت باید مسلمان ناامید نباشد. ناامید شیطان است. خداوند عزوجل بالای یک مشکلی میارد میسنجدد به خاطری که عزت و برکت و سعادت بدهد. دانشمندان اسلام میگویند که چیز؟ اگر زانویت درد کرد، میانت درد کرد، عضوت درد کرد، پس میگه بگو که پروردگار رو اجرش کم مکن. چرا که این همه اجر دارد. خداوند عزوجل بالایت درد میارد، غم میارد، اندوه میارد، مشکلی میارد، مصیبت میارد، عوض میدهد. هیچ چیزی به عوض نیست. حالا مادر عزیزترین انسان برای فرزند است. میگیرد در پیش چشمت، حاضر است که تمام دارندگیت حاضر است که جانت رو بدهی، نجاتش بدهی، نمیتوانی. هیچ کار از دستت نمیاد. یا پدر عزیز است میگیرد، یا جگرگوشه و فرزند عزیز است میگیرد، لیکن عوض میدهد. هر چیزی رو که پروردگار بگیرد به عوض نمیماند. باید مسلمان این اعتقاد، این فکر، این اندیشه و این عقیده رو در مد اول نظرش بگذارد که پروردگارم هر چیزی رو گرفت به عوض نمیماند. حتمی عوضش میدهد. عوضش رو چند برابر میدهد. حالا شاعر میگه خدا گر ز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید درهای دیگری. یک درت رو میبندد، 10 در رحمتش رو برایت میگشاید.